خب ادامه این ویدیو، من تقویم اقتصادی رو دیگه کاری بهش ندارم، چکش کردیم. الان بریم سراغ حالا پروژه‌هایی که من روشون سرمایه‌گذاری کردم، درصدشون، حالا و اینی که چه انتظاراتی داریم. فقط قبلش من این نکته رو بگم که حالا خودم چجوری کار میکنم. بیایم یه جورایی بدونیم که چجوری باید ریسک کنیم، محدوده ریسکمون چجوری باشه و حالا بهتره که در واقع چجوری توی مارکت واقعا کار کنیم. بزرگان بازار چه کاری انجام میدن که ما هم بخوایم این کارا رو انجام بدیم. خب ببینید دوستان، خیلی از افرادی که تو مارکت کار میکنن، حالا خیلی از اون سرمایه گذارانی که حالا خیلی نمیخوان ریسک کنن و معمولا بلند مدت کار میکنن، فقط بیت کوین رو انتخاب میکنن یا نهایتش میان اتریوم رو تو پورتفولیوشون دارن، تو اون حالا واچ لیستشون دارن. ولی بیشتر اون افرادی که خیلی بلند مدتی کار میکنن فقط همین بیت کوین یا نهایتش اتریوم رو تو واچ لیستشون دارن. ببینین وقتی بیت کوین اصلاح میکنه، واقعا اصلاحاش نسبت به آلت کوین خیلی کمتر هست و اکثر مواقع در حال بالا رفتن هست و میبینین که یک چارت اینجوری داره. و حالا بریم آلت کوین رو ببینیم، دقیقاً چارت برعکسی دارن و دائما در برابر بیت کوین دارن نزول میکنن. پس ببینید این افراد چرا فقط بیت کوین رو انتخاب کردن. حالا میگم شما هم باید بر خودتون مشخص کنین که محدوده ریسکتون چجوری است، چجوری میخوان ریسک کنین. بعضیا محدوده ریسکشون یکم بالاتر هست، یعنی میان مثلا ترکیبی از اتریوم یا یکم بخوان بیت کوین و بخوان یکم ریسکشون رو بالاتر ببرن. مثلا کوینای خوبی مثل سولانا، مثل بی ان بی، مثل چین لینک، اینا رو یا نهایت ریسکشون این باشه که بخوان مثلا آوالانچ رو مثلا اضافه کنن. فرضاً میگم این دیگه حالا بخوان این ریسک اینجوری داشته باشن دیگه، معمولا اینقدر میگم نهایت ریسکشون مثلا چین لینک و آواکس رو بخوان اضافه کنن. اینا کوینای واقعا خوبی هستن که فاندامنتال خیلی خوبی دارن. اینا حالا خیلی نسبت به بیت کوین نزولی نیستن. به هر صورت اینا کوینای واقعا خوبی هستن که در حالا محدوده ریسکشون در این حد است. تقریبا منم حالا یکم پر ریسک‌تر، چون حالا یکم پر ریسک‌تر کار میکنن. بعضیا ریسکشون خیلی بیشتر هست، یعنی میان کوینای انتخاب میکنن که مثلا بالاتر از 200-300 حالا اون رنکینگ کریپتو هستن. خب اینا واقعا پتانسیل بالایی دارن. اگه واقعا اطلاعات داشته باشین که بیان چنین کوینایی انتخاب کنین، مثلا حالا تو این کوینایی که من دارم، مثلا استارگیت STG، این STG یک کوینی هست که فکر می‌کنم حالا 300-400 مارکت هست. ببین چارتش چجوری هست. خب اینا اگه واقعا بخوان به اون اهدافشون برسن، مثلا بیان جزء 50 تا یا 100 تا رنکینگ قرار بگیرن و یک بول مارکت ما داشته باشیم، اینا قطعا رشد خیلی زیادی دارن، رشد خیره کننده‌ای دارن. یا مثلا یک کوین دیگه بخوایم مثال بزنیم، GTC یا گیت کوین رو مثال بزنیم، حالا این کوین هست، اینم فکر می‌کنم همین 400-500 جدول هست که اینا حالا اگه بخوان اون چیزایی که پروژه‌ای باشن که واقعا بیان بالا، میتونن رشدهای 100 برابری رو واقعا رشدهای عجیب غریبی داشته باشن، مثل کاری که فانتوم حالا تو سیکل قبلی انجام داد. اینم تقریبا حالا فانتوم تو سیکل قبلی همینجوری تقریبا 400 مارکت بود، ولی ببینین این فانتوم یه پروژه‌ای بود. یا مثلا هارمونی، حالا من فانتوم رو مثال می‌ذارم چون اوجوبه بود تو سیکل قبلی و خیره کننده رشد کرد. حالا این پروژه واقعا یک لایه‌ای که نگیم خیلی خوب، ولی لایه‌ای هست که تیم خوبی داره کار میکنه، واقعا کامیونیتی خوبی داره، واقعا بازارساز خوبی دارن، خوب توسعه دادن و اومدن بالا. و ببینین
از حالا اون کف مارکت که بخوایم حالا کف مارکت قبلی تا حالا اوجش بخوایم حساب کنیم 210,000% این کوین حرکت کرده. ببینید 210,000%، هر 1000%ی قیمت 10 برابر میشه. 10 تا 210 بخوایم ضربش کنیم 2100 برابر شده. ببینید 100 برابر هیچی نیست، یعنی 100 برابر در برابر این هیچی نیست. 2100 برابر شده، این چنین رشدی داشته. خب حالا جلوتر ببینیم بعضی از کوین‌های دیگه هستن، حالا مثلا بخوام مثال بزنم، مثلا خیلی یعنی افراد دیگه هستن که محدوده ریسکشون خیلی بالاتر از این حرف هست. یعنی میان مثلا پروژه‌ای رو انتخاب میکنن که اصلا توی صرافی‌ها اصلا لیست نیستن، یعنی مارکت کپ خیلی کوچیکی دارن و حالا اونا فکر میکنن که اینا پروژه‌ای هستن که خیلی خوب حرکت میکنن. حالا تو همین شبکه فانتوم بخوایم مثال بزنیم، میتونیم مثلا ویگو رو مثال بزنیم. حالا من ویگو رو بیارم اینجا، مثلا این ویگو سواب، حالا این فکر میکنم اشتباهی زده بود 3000 خورده ای هست، 4000 هست توی رنکینگ، 4000 مارکت هست. حالا این فکر میکنم اشتباه زده. ببین از نظر مارکت کپ زده رنکینگ 3855 مارکت هست که فکر میکنم این حالا اومده پایین، یعنی زیر 1000 هست، رشد خوبی داشته، زیر 1000 هست. حالا میخوام اینو بگم که این پروژه ببینین الان حالا بگم چه هست این پروژه، یک دکس هست روی شبکه فانتوم هست. اینجا اینا روی شبکه فانتوم، این دکس روی شبکه فانتوم هست که حالا این اگه بخواد واقعا بیاد بالا، مثلا بیاد جز 100 تای اول، واقعا باید مثلا 200-300 برابر بشه حداقل، چون مارکت کپ کوچیک داره، هنوز هیچ جا لیست نشده. حالا بخوام اینجا هم بررسی کنیم که تو چه صرافی‌های لیست هست. در موردش حالا توضیح داده که این یک دکس روی شبکه فانتوم هست. ببینین الان این تو اکسچنج ها آل که زده، ببینین هیچ صرافی متمرکزی ما نمیبینیم، همشون این توی صرافی های غیر متمرکز میتونی این توکن رو معامله کنی. منظوری که ببینین این کوین ها خیلی پتانسیل دارن، ولی آیا من اینقدر اطلاعات دارم که بدونم که این پروژه چقدر حالا خوب هست، چه تیمی پشتش هست، دارن چه کار میکنن، واقعا این پتانسیل رو داره که بیاد جز 100 تای اول، جز 200 تای مارکت قرار بگیره. ببینید ما اینقدر اطلاعات نداریم واقعا. بعد نکته دومی که وجود داره، آیا اینا با حد درد روانی ما میخونن؟ اینم نکته مهمی است که باید بهش توجه کنیم، چون میگم اینا به راه اگه بخوان واقعا بیان مثلا حالا این کوین ویگو بخواد بیاد بشه مثلا چه میدونم، بیاد بخوایم مثلا با یونیسواب مقایسش کنیم. یونیسواب یک دکس روی اتریوم هست، حالا به صورت مولتی چین هم کار میکنه. حالا شاید مقایسه این با یونیسواب خیلی یعنی حالا مثلا بخوایم با سوشی مقایسش کنیم، سوشی سواب مقایسش کنیم، خب این اگه اینقدر رشد کنه میتونه یعنی از نظر درصدی خیلی جابجا بشه، به راحتی 100 برابر میشن اینا. گفتم ما یکی علم اینو نداریم که بیایم چنین پروژه‌هایی رو بررسی کنیم. اینا واقعا اطلاعات میخواد، بعد ریسک، یعنی اینا ریسک از بین رفتن دارن، واقعا ممکنه شکست بخورن، پروژه باگ داشته باشه و واقعا
از بین برن. چون من خودم مثلا اینجور پروژه ها رو اصلا انتخاب نمی کنم، یعنی بیشتر میرم سمت حالا پروژه ها. من ریسکی کار میکنم خودم توی بازار، ولی ریسک هم جوری هست که حالا پروژه هایی که اثبات شدن، مثلا فایل کن، مثلا حالا از اینجا بخوایم مثلا آواکس رو در نظر بگیریم، آربیتروم، کیک، گرفت، اینا پروژه های اصلا لینک، اینا تو سیکل قبلی بودن، ببینید اثبات شدن، شبکه‌شون اوکی هست. همینا ممکنه ریسک داشته باشن، اتفاقات خوبی. اون لونا رو ببینید چه اتفاقی افتاد، پروژه لونا از بین رفت. به هر حال اینا مثلا اوه، متیک، حالا پروژه های جدید هم دارم، نه که اصلا مثلا آربیتروم یک پروژه هست که جدید است، ولی خب اثبات شده است توی مارکت، اوکی هست. مارکت کپ گرفتن واسه خودشون، اومدن جز 50 تای اول، اومدن جز 100 تای اول، از این بابت واقعا اوکی هست و ریسک از بین رفتنشون واقعا خیلی کمتر هست. ولی اینا واقعا هنوز ریسک، یعنی میگم باید اطلاعات داشته باشی که بدونی که آیا واقعا این توکن اوکی هست یا نه. بعد یه چیز دیگه که هست، این کوینا میگم اینجوری است که ریسک از بین رفتن دارن، یعنی خیلی ریسک دارن ولی از اون بر ریوارد خیلی بالایی دارن. میگم ریسک این دارن که کلا از بین بره ولی اون ریواردشون هم خیلی بالاست، یعنی پتانسیل رشدی دارن که اصلا این کوینایی که الان گفتیم مثل اوه، مثل دیوایدیکس، اینا اصلا واقعا چنین پتانسیلی ندارن که بخوان مثلا 200 برابر 1000 برابر اینجوری بشن. به هیچ عنوان اینا به نظرم واقعا امکان پذیر نیست که بخواد این اتفاق بیفته. اصلا میاد مارکت کپ طلا رو میگیره مثلا بخواد اینقدر رشد کنه. این امکان پذیر است به نظرتون یک توکن مثل دیوایدی بیاد مارکت کپ طلا رو بگیره؟ این واقعا خنده دار است، اصلا چنین چیزی وجود نداره، اصلا نمیشه. واقعا باید ما مارکت کپ رو همیشه اون شرایط توکنومیکی و شرایط اون حجم مارکت رو همیشه باید در نظر بگیریم و واقعا انتظاراتمون رو بدونیم واقعا چقدر میتونیم از این انتظار داشته باشیم که رشد کنه و اینم در کنار مارکت کپ بذاریم و در کنار شرایط توکنومیکی بذاریم. اینا رو واقعا باید در نظر بگیریم. به هر حال این حالا این ریسکی که اینا داره و این رشدی که اینا میتونن انجام بدن، بعد ما آیا توانایی ذهنی اینو داریم که اجازه بدیم پولمون مثلا 200 برابر بشه، 1000 برابر بشه؟ باور کنین چنین توانایی ذهنی رو نداریم. من به شخص خودم اصلا چنین توانایی ذهنی رو ندارم. اینا اکثرشون توکنایی هستن که معمولا حرکت نمیکنن، اینقدر اذیت میکنن یه جایی منفجر میشن، یه جایی واقعا میترکن. مثلا تو سیکل قبلی همین الانش من 2 تا کوین ریسکی داشتم، تازه خیلی ریسکی نبودن، مثل استارگیت و همین گیت کوین. حالا که استارگیت رو کله پاش کردم، یعنی کلا انداختمش از واچ لیستم بیرون، چقدر خیلی ذهن منو درگیر کرد، خیلی اذیتم میکرد. مثلا این چلیز تو حالا سیکل قبلی رو ببینید که چه اتفاقی افتاد. یه دقیقاً متیک هم چنین اتفاقی واسش افتاد. ببینید این حالا متیک هم همینجوری بود که حالا تو خیلی از کوینا مثلا حالا حضور ذهن ندارم که مثال بزنم، تو اون صعود بازار که بیت کوین داشت از $3000 تا حالا $14000 حرکت کرد، واقعا حرکت خوبی نداشتن. اون حرکت رو میگم وقتی که اتفاق افتاد. ممنونم. به هر حال اون حرکت صعودی ابتدایی که اتفاق افتاد، حرکت حالا مینی بولرانی که اتفاق افتاد، خیلی از کوینا حرکت نکردن و بعدش هم مثل این، حالا بعد که بولران واقعی هم شروع شد، یعنی آلت سیزنی شروع شد، ببینید اینا رشد واقعا خیره کننده ای نداشتن و بعدش مثل بقیه مارکت اصلاح کردن. بعدش بود اون تو موج سومی که مثال زدم روی بیت کوین، روی فانتوم مثال زدم، ببین اینا پوکیدن، اینا منفجر شدن. ببین همین چیلیز از این نایه اون تو موج سومه 11,000% حرکت کرده. ببین 11,000% تو یک موج صعودی خیلی از دوستان 11 اصلا نمیتونین واقعا تو این موج دووم بیارین که بمونین.
منظوری که ببین اینقدر اذیت میکنن، اینقدر ذهن و روح و روان تو درگیر میکنن، بعد این حرکتشون رو انجام میدن. یا مثلا متیک رو ببینید تقریبا حالا همین شرایط داره. یعنی منظورم اینه که اون یک توکن مطرح هست، یک کوین مطرح هست واقعا که دارم مثال میزنم. و ببینید اینا خیلی واقعا اذیت میکنن و بعدم که حرکت میکنن یعنی اینقدر خست میکنن، اینقدر ذهن و روانت و روح و روانت واقعا بازی میکنن تا یه جایی خروج میشن، یک جایی حالا اشتباه میکنیم. بالاخره یعنی پیچیده است واقعا شرایط اینجور کوینای واقعا پیچیده است. به همین خاطر میگن که حالا یه قسمت کمی رو بهشون اختصاص بدیم، بذاریشون کنار. حالا همین کارم پیچیده است. حالا یعنی اکثر افرادی که واقعا تجربه یک سیکل صعودی کامل و یک سیکل صعود کامل و نزول کامل رو نچشیدن واقعا اینو درک نمی‌کنن. اون سیکلی هم که واقعا توی مارکت باشن، یعنی با مارکت درگیر باشن، نه که اون سود و ضررها هی باعث بشن که حالا ضررهای گنده کنن یا مثلا حالا روح و روانشون به هم بریزه، از مارکت حالا دور باشن. این اتفاقات نیفته و همواره توی بازار باشه، معامله انجام بده، درگیر بازار باشه. این فرد مثلا تا یه حدودی درک میکنه. یعنی اینی که من میگم که مثلا حالا ذهن و روح و روانمو حالا درگیر کرده و بخوام حالا اینو چجوری مدیریتش کنم تا حدودی حالا شاید بتونم. ولی یه فرد واقعا کسی که ابتدای کارش هست، کسی که مثلا 2-3 سال تجربه داره، واقعا نمیتونه اینا رو اصلا درک نمیکنه، به هیچ عنوان واقعا درک نمیکنه که بخواد یک چنین کاری رو انجام بده. واقعا به هر حال این رشدی که اینا دارن، اون محدوده ذهنی ما به این رشد نمیخوره و اگه هم بخوره معمولا افرادی هستیم، یعنی افرادی هستن که با همین موجه میره بالا، با همین هم برمیگرده پایین. معمولا اینجوریه با این افراد معمولا اینجوری هستن و قطعاً اون ذهنشون اجازه نمیده که یک چنین رشد خیره کننده ای رو بگیره. بعد اصلا نمیدونه که آیا واقعاً این چنین پتانسیلی داره که چنین رشدی، یعنی عدم اطلاعات هم هست که به این کمک میکنه که تو این موجه واقعاً نباشه. پس ببینید این خیلی مهمه که شما نوع حالا ریسکتون رو انتخاب کنید. ما علاوه بر این که حد درد روانی داریم که ضرر رو نمیتونیم بپذیریم، ما یه حد درد سود هم واقعا به نظرم داریم که هیچ، حالا اینو من خودم میگم، حد درد سود داریم که واقعا یه جایی خرابش میکنیم، یه جایی اجازه نمیدیم. حالا اون ضرب المثلی هست که میگن به حالا سوداتون اجازه بدین بزرگ بشن، چون واقعا تجربه هم نیست که مثلا حالا اجازه بدین سودامون بزرگ بشن. چجوری باید این کار رو انجام بدیم؟ آره من میدونم، همه میدونن که باید اجازه بدین که سودامون بزرگ بشن. آره ولی خود چجوری این کار رو انجام بدی؟ اینی که واقعا بخوای اجازه بدی به سودات رشد کنه یا ابتدای معامله یک معامله رو مدیریت کنی و اجازه بدی که رشد کنه، روانتو درگیر نکنه، بتونی با معامله بمونی، این واقعا شرایط پیچیده‌ای است که تجربه میخواد، واقعا میخواد که اطلاعات میخواد، واقعا میخواد تو بازار کلی مطالعه کرده باشی، کلی نوسان دیده باشی، کلی تجربه کسب کرده باشی که و موندگار شده باشی تو مارکت و بفهمی که چجوری اونو مدیریت کنی که بتونی با اون حالا شرایط خودتو حالا مدیریت کنی و بخوای به سود اجازه رشد بدی. یعنی منظور به همین سادگی نیست واقعا به رشد، یعنی اینی که به سودت اجازه رشد بدی یک فرایند پیچیده است واقعا. اگه واقعی بخوای این کار رو انجام بدی، میگم نیاز به علم واقعی داره، نیاز به تجربه داره، نیاز به دیدن یک سیکل کامل صعود و نزول داره، نیاز به اون درجا زدن‌ها داره، نیاز به همه اینا داره که یعنی با بازار درگیر شده باشی. حالا من خودم جوری که من معامله میکنم دوستان، حالا حالت ریسکی داره. ببینید خب حالت ریسکی داره، ولی ابتدا گفتم که من کوینای معامله میکنم که حالا
مثل بیت کوین و حالا اتریوم یکم من تو واچ لیستم دارم، ولی بیت کوین رو اصلا ندارم. حالا اینا رو نمیشه گفت که اشتباه هست یا درست هست. خب بستگی به این داره که آیا شما چجوری میخوای مدیریت کنی، واقعا چجوری میخوای تو بازار کار کنی، یعنی بدونی که داری چه کار میکنی، حد ریسکت بدونی چیه، انتظاراتت چیه، بدونی که کیا احتمالاً اون کوینایی که تو داری کیا میخوان حرکت کنن، چه موقعی این حرکت. اینا خیلی مهم است که سیکل‌های قبلی رو دیده باشی، در موردشون تحقیق کرده باشی که حالا انتظارت چی باشه و اینا کی به چگونه حرکت میکنن. منظوری که این علم و تجربه خیلی مهم هست که داشته باشی و بخوای تصمیم درستی بگیری. خب دوستان، داشتم فکر میکنم چند دقیقه صحبت میکردم، فکر میکردم که حالا این داره ضبط میشه، نمیدونم کجای تو کدوم موارد رو حالا صحبت کردم که حالا ضبط نشده. ولی ببینید ریسکی که من انجام میدم مطابق با ذهنم اون کوینا رو انتخاب کردم، مطابق با روانم و کوینایی انتخاب کردم که برای من اثبات شده هستن، مثلا تو سیکل قبلی بودن، اوکی هستن. گفتم مثلا لینک، کیک، حالا آواکس، گرفت، اینا توی سیکل قبلی بودن، اثبات شده هستن. بعد کوینای خوبی هستن، معمولا تقاضا دارن و اگه یه جایی حالا بازار تقاضا بشه معمولا اینا حرکت میکنن و از این بابت واقعا خیلی مشکل خاصی ندارن و اونقدر درجا نمیدارن، اینقدر حرکات تندی رو انجام نمیدن. مثلا شما آواکس رو ببینید، ما الان درسته این نرفته سقف جدید بزنه مثلا کوینای ای آی یا مثلا بعضی از RWA سقف جدید نزده، ولی ببینید بازار تقاضا شده، اینم واقعا حرکت کرده. یا مثلا گرفت رو ببینید، آربیتروم رو ببینید، حالا آربیتروم تازه اومده، کیک یا حالا کیک به مقدار کمتری رشد کرده حالا، ولی ببینید این کوین‌ها تقاضا شده، الان تقاضا دارن، حرکتی انجام دادن واقعا. و من میگم اینا ببینید پروژه‌های تقریبا ریسکی هستن نسبت به چین لینک، نسبت به حالا اتریوم، نسبت به بیت کوین، اینا واقعا ریسکی هستن. ولی ببین محدوده اون ذهنیت ریسک من، ذهنیت اون درد حالا اینی که چجوری ریسک کنم با اون مچ هست، با اون روان من این کوینا مچ هست، خیلی اذیتم نمیکنه، اونقدر حرکاتشون یه مرتبه بزرگ نیست که بخوام حرکت بزرگی رو از دست بدم یا مثلا اینقدر درجا بذارن خستم کنه بخوام از بازار خارج بشم از اون کوین. وقتی که تقاضا میشه به صورت معقول تقاضا اینا حرکت میکنن و من کاری که من انجام میدم رو این پروژه معمولا جابجا میشم، به خاطری که بخوام از بازار، حالا ببینید این الان اینجا میخوام اینی که چجوری من رو کوینا جابجا میشم و حالا بخوام، باید شما بالاخره به یه جایی برسین که بخواین کوینایی انتخاب کنین که از بقیه مارکت جلوتر هستن، یعنی بیشتر از حالا میانگین مارکت حرکت میکنه. الان مثلا میانگین آلت کوین ها مثلا 200% حرکت کرده، ولی آواکس مثلا گرفت اینا یا چین لینک اینا به صورت میانگین مثلا 400-500% حرکت کردن. ببینید یکم بیشتر از میانگین بازار حرکت کردن. خب دوستان، گفتم من الان محدوده ریسکم انتخاب کردم، با روانم مچ شده و کوینایی هم تو این محدوده انتخاب کردم که از بقیه کوینایی که حالا هستن از میانگین اون چیزی که هست بیشتر حرکت کنن. حالا میخوام که از این میانگین اینم جلو بذاره، یعنی مثلا من میخوام از این حرکت بیشتری رو بگیرم. البته این میگم واقعا تجربه میخواد، واقعا علم میخواد، مطالعه میخواد که این کار رو انجام بدی که بخوای از مثلا فرضاً میانگین کوینایی که من میانگین آلت کوین ها بخوایم حالا توتال 3 رو در نظر بگیریم، این توتال 3
میبینیم که کل حرکتی که این داشته از کفش تقریبا حالا تا اینجا بخوایم در نظر بگیریم 120% حرکت کرده. کوینایی که من انتخاب کردم به صورت میانگین مثلا 300% حرکت کردن. ببینید 2 برابر این حرکت کرده و حالا اون واچ لیست من بیشتر از این حالا میگم مثلا میانگین این کوینا 300 بعد واچ لیست من 400% حرکت کرده. یعنی من میخوام از اون میانگین کوینای خوب من بیشتر حرکت کنم. حالا اینه که چه کار باید انجام بدم که این اتفاق بیفته، واقعا نیاز به، چون یه موقع میبینید از یه پروژه حالا خارج میشین، اون پروژه خیلی بیشتر حرکت میکنه. یعنی اینو واقعا نیاز به تجربه داره، نیاز به اینه که یعنی بفهمی که چجوری جابجا بشی، چجوری ورود و خروج کنی. اینا خیلی مهم هست، به همین سادگی نیست دوستان. واقعا بفهمی که تو چه درصدایی، حالا چه مواقعی بخوای خروج بزنی، چه مواقعی بخوای حجم کم کنی، بیای مثلا یه جورایی اون ریبالانس کنی اون حالا پورتفوی خودتو، بیای ریسکشو متعادل تر کنی. خب این نیاز داره که شما واقعا تجربه داشته باشید. حالا کاری که من خودم انجام دادم تو این سیکل که الان بیشتر از میانگین کوینای خوبم حرکت کردم، این بوده که مثلا حالا من اوایل کار که وارد مارکت شده بودم، خب من بیشتر مواقع واقعا توی مارکت بودم. یعنی حالا یه پروژه مثل سلر رو بیاریم، یا مثلا وقتی بیت کوین داشت تری درایو میزد، اون تو سیکل قبلی بخوایم بیاریم، تو این نواحی بازار داشت یک تری درایو میزد، من ریسک رو تو بازار میدیدم. واقعا تو این نواحی به خیلیا گفتم که واقعا خروج کنین. حالا این شانسی بود، من هنوز نمیدونستم نرخ بهره چیه، نمیدونستم واقعا اطلاعات آنچنانی از اقتصاد کلان واقعا نداشتم که بتونم تصمیم درستی بگیرم. ولی به صورت تکنیکالی وقتی که میدیدم که ریسک داره، بازار ریخت واقعا. حالا روی آنتولوژی من نوایی داشتم که ریخت، بعد بازار دوباره رشدش رو شروع کرد، من سقف جدید و اکثر آلت کوین ها حرکت آنچنانی نداشتن. ولی من حالا با توجه به اون قواعد و قوانین تکنیکالی که داشتم، دوباره این سقف جدیدی که حالا مارکت زد تو این نواحی، ببینید اینجا با همراه بیت کوین ریخت، دوباره رفتن سقف جدید میزنن. اینجا من با توجه به اینکه این گره ها وقتی که میان تا حالا وسطاشون میاد، معمولا بعدش دوباره میاد بهش واکنش میده. تو این موج سوم معمولا میاد پایین این نواحی، میاد پایین، این گره رو استاپ هاند میکنه، میاد معمولا زیر این گره بیس تشکیل میده و بعد برمیگرده. من طبق این حالا رو اتریوم هم یک چنین شرایطی وجود داره. اگه بخوام مثال بزنم، رو اتریوم هم تقریبا همین شرایط بود که حالا این حالا گره‌ای هست که ما بگیم که حالا سقف تاریخش رو بر شکونده، اومده بهش پول بک زده، رفته سقف جدید زده، حالا اومده مثلا بیاد تا این نواحی مثلا بیاد که حالا قیمت هم واقعا اومد زیر این نواحی، می‌بینید بیس تشکیل داد زیر این گره‌ای که اینجا هست. اینجا حالا از این بابت یعنی احتمال میدم که بازار دوباره بریزه. من باز اومدم حجمو کم کردم، ولی تو بازار بودم، پول من تو بازار بود دیگه. از این نواحی که حالا بازار ریخت دیگه بیشتر پولمو وارد کردم در ادامه مسیر صعودی، پول بیشتری وارد کردم و این اتفاقات افتاد. حالا الان دیگه حالا بیشتر به اقتصاد کلان واقعا بها میدم، میدونم بانک مرکزی داره چیکار میکنه، سیاست‌های پولی چیه، سیاست‌های مالی چیه. اینا دوستان احتمالات هست که به شما کمک میکنن. یعنی واقعا اینجوری نیست که حالا بدونی مارکت میخواد چیکار کنه، واقعا چه اتفاقی میفته، صعود میشه یا نه. اصلا چنین چیزی نیست، واقعا اصلا به هیچ عنوان چنین چیزی نیست. فقط احتمال موفقیت تو یکم میبره بالاتر، مثلا 5% احتمال موفقیت تو میبره بالاتر. همه چیز به اون تجربه و اون مدیریت ریسک واقعا بستگی داره. به هر حال من حالا تو این حوزه ریسکی که انتخاب کردم
حالا با توجه به قواعدی و قوانینی هم که داشتم خودم روی آواکس خیلی بولیش بودم و دوست داشتم خیلی پول رو روی آواکس داشته باشم، ولی اون چیزی که مد نظرم بود روی آواکس ندیدم. حالا میخوام اینو صحبت کنم که چجوری توی بازار کار کنم. اینجا تو همون نزولی که حالا اتفاق افتاد، اینجا رو EGLD من یک تری درایو دیدم و اومدم تو این نواحی، واقعا تو این نواحی من ورود زدم، ولی بازار ریخت. من اومد استاپم زد، دوباره ورود زدم، دوباره استاپ خوردم. حالا چون حجم پولم هم خیلی زیاد بود و اقتصاد کلان رو هم میدیدم، اومدم دیگه تو این نواحی واقعا دیگه گفتم که اینجا ریسک واقعا زیاده که بخوام کلی پول حالا اینجوری معامله کنم. اومدم یه قسمت پولو گذاشتم، یه قسمت بیشتر پولمو، و بعد گفتم که حالا اگه بازار واقعا وارد رکود عمیقی بشه، چون این نواحی حالا بازار تا حدود 50-60% رکود رو پیش بینی کرده بود و ما اگه بخوایم مثلا، یعنی این احتمال رو میدادم که اگه بخوایم هم دوباره اقتصاد بخواد حالا وارد رکود عمیقی باشه، ما یه حرکت ویمانندی انجام بدیم که اون نواحی پایین‌تر من بخوام حالا حجمای بیشتری رو ورود بزنم، یا بازار بخواد صعودی بشه و دیگه ما وارد رکود نشیم و اونجا بخوام باز دوباره حجم اضافه کنم. یعنی این چیز رو داشتم واسه خودم که بازار اومد بالا و این حرکت شارپ رو وقتی که انجام داد، من کلا از این، چون دوست داشتم که حالا EGLD واسم یه کوین خیلی خوبی نبود، این حرکت 40-50% که زد، من تو این نواحی حدوداً اومدم کلا از این کوین خارج شدم و پول آوردم روی آواکس. حالا بیشتر پولم روی آواکس بود که حالا این پیش بینی رو داشتم که تا این نواحی، حالا اینجا به صورت تری درایو حرکت کرد، تا این نواحی بیاد واقعا بالا. ولی خب باز رو اینم خیلی اونقدر چیز نبودم، اونقدر روانم اوکی نبود. رو اینجا قسمتی رو خروج زدم، بعد اینجا قسمتی رو خروج زدم و باز می‌بینی بازار بیشتر حرکت کرد و خیلی خوب خودش رو نگه داشت، خیلی نریخت و باز دوباره رفت سقف جدا. ولی خب من تو این نواحی که خروج زدم اینجوری نبود، چون ریسک این خارج باشم از مارکت خیلی زیاد میدونستم. دوباره اومدم رو کوین‌های دیگه دوباره ورود زدم، یعنی من کامل از بازار خارج نشدم. دوباره اومدم حالا با این حرکات سنگین که بازار انجام میداد، من معمولا ریبالانس انجام میدادم. مثلا اومدم روی ICP قسمتیشو اومدم روی ICP، تو این نواحی بود، حالا اون حرکتی که انجام داد تو این نواحی بود، حالا رو چیز من حالا ورود زدم، فکر می‌کنم تو این نواحی بود، حالا رفت یه دوباره اصلاح خورد و این حرکت صعودی که انجام داد، این حرکت صعودی خیلی شدیدی که اینجا داشتیم، من حالا یکم زود تو این نواحی حدوداً خارج شدم، چون تصور نمی‌کردم که اینقدر حالا رشد کنه. تو این نواحی خارج کردم. ببین وقتی می‌بینم حرکت صعودی شدیدی می‌بینه اینجا من انجام میده، معمولاً 50%-60% پول رو می‌بندم. اگه مثلا ببینم 100%، 90% اینجا حرکت کنه، دیگه کلش رو این پروژه، ببینید این پروژه اینقدر نمیتونن مثلا همینجوری برن 500-600% حرکت کنن، به همین سادگی نیست واقعا. این توکنا، این کوینایی که حالا مارکت کپشون واقعا بزرگ هست، مثل آواکس، مثل حالا ICP، مثل چینلینک، اینا نمیتونن همینجور مستقیم مثلا 500-600% حرکت کنن. معمولا اینجوری هم. ببینید وقتی الان مثلا ما خبر CCIP رو داشتیم روی چینلینک، بابت این خبر به این بزرگی واقعا کلا 300-400% حرکت کرد. خیلی خبره. یعنی این خبر مثلا یک کوین، حالا خیلی از کوین‌ها مثلا اگه کوین‌های حالا خیلی پایین جدول بودن یا مثلا مارکت کپشون کوچک بود، ممکن بود 2-3,000% واقعا حرکت کنن. اگه یک چنین حرکتی میزدن، با سویفت همکاری میکردن، چندین بانک باشون داشتن همکاری میکنن که حالا این به هر حال این پروژه اینجوری نمیتونن حرکت کنن و اینقدر پتانسیل ندارن و به همین خاطر من رو این پروژه جابجا میشم. ببینید البته اینم بگم که من همه پولم خود روی این حرکتی که به وجود اومده، همه پولم خود روی این ICP نبوده. قسمتش مثلا بردم رو ICP، قسمتش بردم رو چیلیز، قسمتش بردم رو رمز ارز وان،
و هی که اینا حرکت میکردن هی جابجا میشدن رو کوینایی که میدونستم که حالا اوکی هستن از نظر تکنیکالی احتمالاً حرکت کنن، کوینای مرده ای نیستن. یا مثلا حالا اومدم روی حالا اون آواکس رو یه قسمتش رو آوردم رو فانتوم، هنوز حرکت نکرده بود. رو وان اومدم مثلا هنوز خوب حرکت نکرده بود. و حالا ببین این پروژه ها دیگه یکم ریسکی میشن دیگه. حالا مثلا وقتی که دیگه دوباره حرکت رو به پایینی ما دوباره زدیم، اینجا رو فانتوم یه قسمتی از پول که خالی کرده بودم، مثلا این فانتوم رو می‌دیدم پروژه خوبی است و هنوز خیلی حرکت نکرده مثلا نسبت به آواکس و اینا که می‌دیدم. تو این نوایی که اومد پایین من دوباره حالا یکم فانتوم داشتم خالی کرده بودم، ولی چون فانتوم خیلی حرکت نکرد تو این نوایی مثلا خیلی از حالا مقدار زیادی از اون توکنای آواکس که داشتم تبدیلش کردم به فانتوم. ببینید اینجا هم فانتوم حرکت کرد هم آواکس حرکت کرد، ولی تو این حرکتی که داشتیم فانتوم خیلی حرکت بزرگتری داشت و اینجوری شد که ببینید این ریبالانس کردن و این تو اصلاح وارد شدن و اینا باعث شده که من از میانگین کوینای خوبم پولم بیشتر حرکت کنه واقعا. و این اتفاق افتاده با وجودی که من کل پولم از همون پایین که از این نوای پایین که وارد نکردم واقعا. ولی ببین راضیم، میدونم دارم چه کار میکنم و اینجوری رو کوینای خوب. حالا اینجا دیگه کوینای من به مرحله رسیده بود که یکم به هم خورده بود. ببینید من دیگه اومده بودم رو چه کوینایی؟ اومده بودم رو چیلیز، رو رمز ارز وان، رو پولکادات رو داشتم، رمز ارزهای دیگه که حالا داشتم مثل DYDX رو داشتم، اتم رو داشتم حالا که اینا به نظرم هنوز حرکت نکرده بودن واقعا، STG رو داشتم، گیت کوین رو داشتم. ببین یکم حالا نیر رو خوب حرکت کرد اوکی بود دیگه. به مرحله رسیدم که الان دیگه تا حدودی یه جورایی دیگه اون سبدم به هم خورده بود، اون سبد خوبمو یعنی از دست داده بودم. ببین اینجا بود که دیگه حالا بهتر بود که مثلا برم رو پروژه‌های مثل بیت کوین، رو حالا اتریوم، رو مثلا یا نهایتش چین لینک، مثلا بخوام رو این پروژه ها که ریسکمو واقعا کاهش بدم و تو اصلاح دوباره سبدمو دوباره بازبینی کنم. الان تو این اصلاحی که به وجود اومده دوستان، من کلا این میگم وقتی که جابجا میشی مثلا خب سبدت به هم میریزه دیگه، حالا به خاطر که بتونی سود بیشتری کسب کنی این اتفاقات میفته. من کوینایی داشتم میگم خب این مثلا EGLD بود، ICT بود، چیلیز بود، وان بود، DYDX، وان اینچ، گیت کوین بود، پولکادات بود. خب اینا رو من حالا همشون رو دیگه فروختم، الان دوباره سبدمو اوکی کردم. مثلا حالا چرا این کار رو انجام دادم؟ ببینین مثلا پولکادات من حالا خیلی از دوستان میگم که بابا این همه شعار هست، یا مثلا پروژه مثل وان، هارمونی، حالا این یک لایه یک هست. این هارمونی رو اگه بخوایم بیاریمش، خب این یک لایه یک هست تو بول مارکت سعودی قبلی هم خیلی خوب واقعا حرکت کرد. ولی ببینید دوستان این یک واقعا کوین ریسکی است، خیلی ریسک داره. درسته الان پروژه واقعا زنده است، داره کار میکنه، ولی واقعا اونقدر قوی نیستن. مثلا این لایه یک هست، بعد آواکس هم لایه یک هست، نیر هم لایه یک هست. واقعا نیر و آواکس خیلی حالا لایه یکای بهتری هستن نسبت به حالا رمز ارز هارمونی. ببینید نمیگم که این پروژه مرده ای هست، نمیگم که مثلا پولکادات یه پروژه مرده ای هست، ولی مثلا پولکادات واقعا شعار هست همش. ولی این آواکس مثلا یا نیر، حالا نیر داره تو حوزه هوش مصنوعی کار میکنه، به همین خاطرم فکر میکنم حالا رشد خوبی داشت. ولی مثلا آواکس یه پروژه واقعا یک لایه‌ای که خوب هست، یه تیم خوبی داره، واقعا بازارساز خوبی هستن، خوب بازارسازی میکنن و پروژه واقعا تو لایه یکا به نظرم حالا میتونیم بذاریمش
حالا زیر اتریوم کنار همون نیر و حالا حتی از نظر شبکه‌ای از پروژه‌ای مثلا تون اینا مثلا به نظرم شبکه بهتری داره. یعنی درسته حالا مثلا تون رمزارز تون مال تلگرام یک لایه هست که حالا کامیونیتی خوبی داره، اون کاربر خیلی زیادی داره، ولی از نظر شبکه‌ای و اون از نظر فاندامنتالی واقعا آواکس خیلی بهتر از تون هست. این حالا به نظر من، ولی خود تون واقعا پتانسیل خیلی بیشتری داره، چون حالا این به تیمم البته بستگی داره. من هنوز واقعا تیمشون رو اونقدر نمیشناسم که چقدر مهم هستن. تو ارزهای دیجیتال ما میبینیم که واقعا خیلی اتفاقات میفته، میبینیم میم کوین ها حرکت میکنن، میم کوین ها آپدیت میدن. خود بیت کوین که ما انتظار نداشتیم یه آپدیت هایی داده، یه کارایی انجام داده که اصلا من توقع نداشتم که این اتفاقات بیفته، یا میم کوین ها دارن کارهایی پیدا میکنن. ببینید یه منظور این که بلاک چین و این شبکه‌ها اگه تیم خوبی داشته باشن خیلی پتانسیل دارن که حالا تغییر کنن، اوکی باشه. ببینید همین اتریوم از پروف آف ورک شده پروف آف استیک، یعنی ببین اصلا کلا مکانیزمش فرق کرده، اصلا کلا عوض شده این پروژه یه جورایی. حالا اون مکانیزم کاریشون حالا یا مثلا نیر مثلا ببینید تو حوزه هوش مصنوعی اصلا فعالیت نداشت، الان اومده تو حوزه هوش مصنوعی فعالیت میکنه. ببینید یعنی منظورم اینه که خیلی تیم مهم هست، خیلی پروژه قابلیت تغییر دارن. این یعنی خیلی واسه من عجیب بود که اینقدر این پروژه ها میتونن تغییر کنن و عوض بشن. پس تیم واقعا خیلی مهم هست. حالا میگم در مورد اون تون که گفتم، تون به نظر میرسه که رشد واقعا خیلی خوبی داره، ولی چیزی که مشخص است از نظر کارایی ببین کاربر زیاد داره، به همین خاطر حرکت میکنه. حالا تو پرداخت شاید بیشتر ازش استفاده کنه، ولی از نظر کارایی اون پروژه به نظرم آواکس مثلا جلوتر هست، یا مثلا هیچ وقت نمیتونه از نظر کارایی مثلا اون مثل اتریوم باشه، خیلی ضعیفتر هست. ولی اینو در نظر بگیریم که تیم خوب میتونه پروژه رو متحول کنه، تیم خوب میتونه کارایی انجام بده که خیلی راحت اون از نظر فاندامنتالی خیلی قدرتمندتر بشه. این ما داریم میبینیم که خیلی آپدیت ها انجام میشه که پروژه ها واقعا خیلی خوب میشن. حالا فکر میکنم زمان ویدیو خیلی زیاد شد، من اینو قطعش میکنم که دیگه تو ویدیوی بعدی برسیم به حساب اون پورتفوی من که حالا میگم جدیدن یکم بهترش کردم، اوکی شده، یکم حالا برگشتی به حالت متعادل شدن و پروژه‌هایی که خودم دوست دارم، پروژه‌هایی که دوست دارم تو واچ لیستم باشن و حالا اینو اومدم اوکیش کردم واقعا. تو ویدیوی بعدی من در مورد این کوین ها بیشتر صحبت میکنم، در مورد حالا پروژه‌هایی که توی واچ لیستم هستن. ببین این پروژه‌های من هستن و حالا این صحبت میکنیم که چرا اینا رو انتخاب کردم، درصدشون چی هست. تو ویدیوی بعدی اینا رو بررسی میکنیم. یا علی